سلام و درود به چنل آدرنالین اسپورت، خوش اومدید. امروز اینجاییم با پیشبینی چمپیونز لیگ، پس با ما همراه باشید. بچه‌ها طبق شورت ویدیویی که گذاشتم اگر دیده باشید دیدید که گفتم رئال مادرید آرسنال رو میزنه، پی اس جی استون ویلا رو میزنه، بایر مونیخ اینتر رو میزنه، بارسلونا دورتموند رو میزنه و طبق معمولم من توی فوتبال استش هستم نمودار رو نگاه میکنم تا بهتون توضیح دقیق رو بدم. شاید خیلی‌ها بپرسن که خب ما یه سریال رو داریم که روی حرف بقیه منم بت میزنم. بچه‌ها این حرف من قشنگ سند نیست که من نمیدونم از اون چمپیونز لیگ قبلی که پیش بینی کردم مثلا دیدید چند تاش درست در اومد، مثلا درست در اومد یا نه. اما نرید بت بزنید سر این چیزا، اینو از الان گفته باشم. برسیم به 27 فروردین، یعنی چه زمانی؟ یعنی زمانی که رئال مادرید با آرسنال افسانه‌ای بازی داره. آرسنال افسانه‌ای یا انقدر افسانه‌ای توی رفت و برگشت انجام میشه. به نظر من بخوام رفت و بگم، رفت و چون تو زمین آرسناله 1-1 مساوی میشه و برمیگردم میان توی سانتیاگو برنابئو، جهنمی که من خودم خیلی این استادیوم رو دوست دارم. رئال مادرید اونجا 2-1 نسخه رو تموم میکنه و آرسنال خدا نگهدار. میرسیم به 26 فروردین، یعنی چه بازی؟ یعنی زمانی که استون ویلا با پی اس جی افسانه‌ای بازی داره، زمانی که پاریس سن ژرمن تو زمین خودش به نظر من توی رفت حداقل 2 تا رو به استون ویلا میزنه، 2-1 میکنه بازی و استون ویلا اونجاست که دیگه ناامیدی خودش رو از دست میده. اما میگه آقا ما نباید ناامید شیم، بازی برگشت تو زمین خودمونه، چون 2-0 اونجا زده بود تو زمین خودش 1-1 میکنه و 3-1 پی اس جی بالا میره. میرسیم دوباره به 27 فروردین، زمانی که بایر مونیخ با اینتر بازی داره. اولین بازی یعنی بازی رفت زمین خود بایر مونیخه. به نظر من بایر مونیخ اونجا 3-2 اینتر رو میفرسته خونش تا توی برگشت ببینه میتونه انتقام بگیره یا نه. اینتر اونجا 3-2 کرده، اینجا توی زمین خودش 2-1 بایر مونیخ باز میزنتش و اینجوری میشه که تحقیر میشه و میره کنار. میرسیم به یه بازی جذاب، یعنی چه بازی؟ بارسلونا دورتموند. به نظر من توی زمین خودش بارسلونا 2-1 دورتموند رو میزنه، توی زمین خود دورتموند 1-1 مساوی میکنن. اما شاید براتون سوال باشه که چند درصد احتمال داره این حرف من درست باشه؟ 0.000000009 اینجوری بهتر بگم. بچه‌ها واقعا اصلا منطقی نیست که برید بت بزنید رو حرف من میخوام بهتون بگم خود بازی قبلی چند شده بود. من بازی بنفیکا بارسلونا سرجم 4-1 تموم شد. بازی دورتموند و لیل سرجم بخوام بهتون بگم 3-2 تموم شد. بایر مونیخ لورکوزن سرجم 5-6 تموم شد. اینتر و فاینورد سرجم 4-1 تموم شد و توی پنالتی هم پی اس جی لیورپول رو زد. دیگه براتون بخوام بگم استون ویلا هم بروخه رو زد 6-1. استون ویلا خیلی قوی عملگر اونجا. رئال هم با اتلتیکو 2-2 کرد تو پنالتی های افسانه‌ای اون بازی. رئال مادرید برد. آرسنال هم سرجم 9-3 بازی قبلی خودش رو زد و برد و الان اینجا دیگه حکم نمیکنه روی این نتیجه ها بریم بت بزنیم چون خیلی نتیجه خطرناکی هست. اما نمیدونم خودم دوست داشتید این ویدیو رو یا نه. بچه‌ها چپتر جدید قرار شروع بشه، یعنی نه الان خیلی وقت دیگه، فقط خواستم این خبرها رو هم بهتون بدم. قراره که بکمون عوض شه، بکمون که قرار نیست عوض شه، قراره بهش چیزی اضافه شه. اگر میبینید کیفیت صدا بده توی این ویدیوها یکم صبر کنید درست میشه. و آره دیگه چپترها قرار شروع شدن و من خیلی دارم تلاش میکنم که استودیو و جایی که الان داریم توش ضبط کنیم به بهترین روش ارتقا بدم که شما خوشتون بیاد. مرسی که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید. فعلا پیس.